درود، من آیفون 6 هستم. من یک ملحدم. من به این خرافاتی که گفته میشه شخصی باهوش سازنده منه ایمان ندارم. اصلا نیازی به قبول این افسانه ها ندارم. من به صورت تدریجی ساخته شدم. دارای باتری لیتیوم هستم که طی سالها از ترکیب عناصر گوناگون ساخته شده، از قبیل زنیک و کادمیوم و نیکل و مواد دیگه. و دارای رم DDR3 هستم که دارای پایه های ترانزیستوریه که طی تکامل روی هم چسبیده. همینطور دارای پردازنده گرافیکی هستم که اونها از سیلیکون و انواع رابط ها ساخته شده. و فلش مموری. اسکرین من از ترکیب نوعی یاقوت با چند عنصر دیگه تشکیل شده. چسبیدن همه اینها طی سالهای طولانی و بعد از تکامل مستمر اتفاق افتاده. ما تاریخ و اجدادمون رو میشناسیم، آثار و باقی مونده هاش رو هم کشف کردیم و در نهایت ما آیفون. پس لطفاً اراجیف نبافید در مورد موجودات خیالی که ما رو با دستاشون ساختن. یکم روشن فکر باشید. من که اعتقادی به استیو جابز ندارم. آره، شاید این اعتقاد برای یک مدل 2007 مناسب بود چون اون خیلی از آپشن ها رو نداشته، ولی بی خیال، اون مال سال 2007 بود و موبایل های اون موقع سیستم GPS رو در اختیار نداشتن. پس نمیتونیم اونا رو سرزنش کنیم. از جلوی چشم دورش کن. ولی بلند نشی بیای اینجا و بگی باید تو سال 2015 هم همین اعتقاد رو داشته باشیم. چون اگر ما هم بخوایم اونجوری فکر کنیم دیگه نباید اسم خودمون رو تلفن همراه هوشمند بذاریم. اینطور نیست؟